سلام دوستان، میخوام کوکی رژیمی درست کنم. این کوکی رژیمی بدون شکره و فقط با عسل و برای تزیینش هم یه مقدار شکلات چیپسی داره که میتونین اونم حذف کنین اگه دوست نداشتین. موادی که لازم داریم برای این کوکی رژیمی کره 40 گرمه، عسل 40 گرم، آرد 80 گرم، بیکینگ پودر 1/2 قاشق چایخوری و وانیل هم کمی، شکلات چیپسی هم که برای تزیینش. خب اول کره‌مون رو که گذاشتیم تقریبا به دمای محیط رسیده میریزیم. عسلمون رو اضافه میکنیم بهش. حالا وانیل و بیکینگ پودرمون رو میریزیم. و آردمون رو اضافه میکنیم و با دست برز میدیم. من فر رو هم روی درجه 180 درجه سانتیگراد روشن کردم و گذاشتم که گرم بشه. اینقدر مواد رو برز میدیم که قشنگ آردمون به خورد کره بره و یه خمیر لطیفی به دست بیاد. من خمیرمون خوب برز دادم تا حالت یه دست و لطیف شد و حالا از خمیرم گلوله های کوچولو اندازه فندق برمیدارم. یکم این شکل بذارم داخل سینی فر که کاغذ روغنی انداختم. این کوکیم چون شکر نداره وقتی میره داخل فر پهن نمیشه، یعنی فرمش و شکلش تغییر چندانی نمیکنه. خب من تمام خمیرمون رو اینجوری به شکل کوکی های کوچولو فرم دادم و داخل سینی گذاشتم، کاغذ روغنی انداختم و روی اینا رو چند دونه از این شکلات چیپسی ها برای تزیینش میذارم. یکم فشار بدیم که داخل خمیر فرو بره. من شکلات چیپسی هاش رو گذاشتم، شما میتونید بیشتر بذارین ولی من چون میخواستم خیلی شکلات نداشته باشه و رژیمی باشه کمتر گذاشتم. حالا اینو داخل فر 180 درجه که از 5 دقیقه قبل گرم کردیم به مدت حدودا 15 دقیقه میذاریم، ولی بعد از 10 دقیقه به بعد مرتب سر بزنیم به فرمون و ببینیم که آماده است کوکیامون یا نه. کوکیامون تغییر رنگ و تغییر شکل اونجوری نمیده، فقط یه ذره کنارهاش تیره تر میشه. من کوکیامون رو از فر در آوردم و همطور که میبینین خیلی تغییر سایز نمیده ولی کاملا پخته است و گذاشتم چند دقیقه سرد شد، چون همون اول اگه بخوایم برداریم ممکنه که یکم نرم باشه سطحش. گذاشتم سرد شد و کوکیای ما آماده است. امیدوارم که درست کنیم و
لذت ببرید.